پول میخوای که به کسی چیزی نگیم. بگو تو رو خدا خجالت نکش. عدد بده. باید خونه رو به نامم بزنی. بچه برو محمود خانه میپیچونی؟ ما رو قال میذاری؟ با خود ما آدم میپیچونی؟ تو من سرکاری گذاشت میپیچونی؟ به من نمیخواد دروغ بگی. دختر کدوم گوریه؟ میگی یا بگم استخوناتو خورد کنم؟ جان تو دروغ نمیگم، میگم گروگان گرفته بود منو. به به عروس خانوم. گوش کن، دیر برسی اینجا جنازه‌شو بهت تحویل میدم. مگه تو پولتو نمیخوای؟ من تا 2 روز دیگه پولتو جور میکنم میارم میدمت. باش، 2 روز صبر میکنم، ولی وای با حالت اگه نیایی. یعنی گیسو اومده بوده سهم الارثشو بگیره بره. خانواده هم نمیخواسته، تو باور میکنی؟ مسئله هم اینجاست. من شک دارم گیسو رفته باشه. چطور؟ چون وسایلشو نبرده، همه وسایلش تو خونه است. تو رفتی تو خونهش؟ سلام آقای دامون تهرانی. فردا میخواستم ببینمت، باید با هم حرف بزنیم. کجا باید ببینمت؟ فردا 10 صبح جلوی خونه گیسو. بابا این دختر گیسو گم و گوش شده. رضا استرس کرده، در به در داره دنبالش میگرده. گم شدن گیسو به رضا چه ربطی داره؟ خواهرشه دیگه، تو دنبال خواهرت نمیگردی گم بشه اونم. خواهرشه؟ جان مادر دنلقی نکنی بگی من گفتم، بی خیال اصلا نشنیده بگیر. حالا با هم در تماسیم دیگه. تو میدونستی گیسو با سهیل رابطه داره؟ گیسو با سهیل؟ یعنی چی در ارتباطه؟ واسش فکر می‌کنم دلیل اختلاف اصلی پگاه و سهیل هم همین بود. پگاه فهمیده بود که سهیل داره زیرابی میره. فهمیده بود یا تو بهش گفتی؟ من بهش گفتم. من اگه میخواستم کارای تو رو تلافی کنم، همه لوازم تو گذاشته بودم تو چمدون دم در. خداحافظ. من اهل تلافی نیستم. هیچ وقت نفهمیدی که من چقدر دوست دارم. پرونده پزشکی گیسوه. گفتم شاید بیشتر بخوای در مورد بیماریش بدونی. ساختمون دوربین مدار بسته داره. باشون حرف بزن ببین میتونی تصویراشو ببینی. تو از گیسو خبر داری؟ پای من بی خودی وسط این ماجرا نکش. گم شدن خواهر تو به من هیچ ربطی نداره. یادم نمیاد هیچ وقت گفته باشم که گیسو خواهر منه. قاطی کردی تو دستتو بکش. سهیل پاشا نکن، خودم تو فیلم دیدم. دوربین اومدم رسته خونه گیسو. حرمت رفاقت رو داشتم که تنهایی اومدم اینجا، وگرنه با پلیس میبندم. تو رفیقی کثافت، تو رفیقی. اصلا تو به نازه مرده، گیسو مرده. مرده؟ چی میگی سهیل؟ درست حرف بزن، چی میگی؟ چطوری؟ نمیدونم رضا. رفتم خونه‌اش دیدم جنازه‌اش افتاده رو زمین. نمیدونستم چه بلایی سرش اومده. رفتم بالا سرش نفس نمیکشید. ترسیدم بیفته گردن من. تو بودی چیکار میکردی؟ فرار میکردی دیگه. فرار کردم. بعد پشیمون شدم. گفتم برگردم شب بتونم یه کاری انجام بدم. برگشتم اونجا دیدم کلی نشونی از من اونجاست. هر کی میاد فکر کنه من کشتمش. تمیز کردم، جمع کردم، جنازه رو برداشتم بردم. تو این وسط چی کاره بودی؟ تو هم در جریان بودی؟ درسا رابطه این 2 نفر به تو گفته بود. رضا خواهش میکنم پای پگاه رو وسط نکشی. موضوع هیچ ربطی به پگاه نداره. خفه شو سهیل، خفه شو. میریم کلانتری. خندی و خندت مثل اون اولا نیست. اینجایی اما فکرت اصلا این جهان نیست. جوری غریبی میکنی با من که انگار حتی قیافم واسه تو آشنا نیست. حتی قیافم واسه تو آشنا نیست. که تو رو از دست بدم کابوس من بود. آغوش آروم تو اقیانوس من بود. تو تا همیشه توی قلبم موندگاری.
واسه پشیمونی همیشه وقت داری. که تو رو از دست بدم کابوس من بود، آغوش آروم تو یاروس من بود. تموم لحظه های بی تو ناتمومه، تصویر خنده هات همیشه رو به رومه. کسی که بین ماها رو به هم زد، حالا دیگه هیچی میونه ما دوتا نیست. من دست و پامو توی عشقت بستم و اون حتما مثل من توی عشق بی دست و پا نیست. هر روز میگم با خودم مردم براش تا بعدا نپرسم از خودم هر روز چرا نیست. این که تو رو از دست بدم کابوس من بود، آغوش آروم تو یاروس من بود. تو تا همیشه توی قلبم موندگاری، واسه پشیمونی همیشه وقت داری. که تو رو از دست بدم کابوس من بود، آغوش آروم تو یاروس من بود. تموم لحظه های بی تو ناتمومه، تصویر خنده هات همیشه رو به رومه. کجا برم؟ کلانتری. قبلش میخوام بدونم کجا دفنش کردی. مهمه؟ آره برام مهمه، باید بدونم کجا دفن شده. یادم نیست. خیلی عصبی بودم اون شب من رضا. پامو گذاشتم رو گاز فقط فرار کردم. بریم هلو شیشه یادمه. الو بیشور، من به تو اعتماد کردم، زیر و بم زندگیمو بهت گفتم. واسه چی رفتی حرفای منو گوشی کف دست مردم؟ چه حرف میزنی؟ بگو، من اصلا به کسی چیزی نگفتم. چیزی به کسی نگفتی؟ برای چی گفتی گیسو و سهیل با هم دیگه رابطه دارن؟ برای چی گزارش زندگی منو میدی؟ مگه تو فضول زندگی منی؟ حمال چی میگی؟ چه گزارشی؟ اونا دنبال گیسو میگشتن، منم گفتم با سهیل دیدمش. مگه دروغ گفتم؟ غلط کردی، گفتی زندگی من خراب کردی. برای چی گفتی سهیل برگشت خونه؟ کثافت، آشغال. خوبه دهنمو وا کنم زیر و بم زندگی کثیفتو واسه مردم رو کنم. آره؟ پگاه چی میگی؟ یه دقیقه وایسا بیام اونجا با هم حرف بزنیم. پاتو اگه بذاری تو خونه من قلم پاتو خورد میکنم. کثافت. برو به درک، برو به جهنم. پگاه جان یه دقیقه بذار با هم حرف. بریم به درک. الو پگاه، الو.
منو سر کار نزد سهیل. یعنی تو نمیدونی کجا دفنش کردی؟ تو نمیدونی کجا دفنش کردی؟ میگم شب بود نفهمیدم دیگه، منم یکی از همینا بود گذاشتمش پایین، الان پیداش میکنم. خیلی نامردی سهیل، خیلی نامردی. بعدم رضا من دفنش نکردم که، همینجا انداختمش پایین. شاید یه نفر دیده زنگ زده پلیس اومدن بردنش. چه اصافت عوض، تو فکر کردی من خرم؟ تو فکر کردی من خرم؟ به جان مادرم سهیل اگه پیداش نکنی همینجا شانت میکنم. همون بلایی که سرش آوردی سرت میارم. لعنتی قاتل کثافت. من قاتل نیستم. به جان مادرم، به جان بچت وقتی رسیدم مرده بود، نفس نمیکشید رضا. بدنش سرد شده بود. تو اگه قاتل نیستی چرا به من زنگ نزدی؟ بابا من چه میدونستم تو داداشی؟ نه تو چرا نگفتی؟ تو چی کارش بودی که آوردیشی؟ تو چی کارش بودی؟ تو چی کارش بودی لعنتی؟ چرا به من زنگ نزدی؟ چرا به من زنگ نزدی؟ چرا به من زنگ نزدی؟ پگاه گیسو رو کشت. مزخرف نگو سهیل، مزخرف نگو. به خدا پگاه گیسو رو کشت. چرا؟ گیسو تو شرکت فهمید من دنبال خونه میگردم، خواست خونش رو به من بده اجاره. من با بنگاهی رفتم خونه رو ببینم، اون پگاه احمق ما رو تعقیب کرد. ما که میایم بیرون این دوتا درگیر میشن. خدا نه من قاتلم نه پگاه قاتله. الانم هرچی تو بگی. من تا پای اعدام وامیستم. جان بچت، جان عزیزت، جان ریحانه، این موضوع بین من و تو بمونه. سهیل گیسو بعد 30 سال برادر ندیدش رو پیدا کرده بود. چی کار کردی؟ من قتل گیسو رو گردم میگیرم. نگفتی اینا برای چی هن؟ واسه این نهت روش بزنی. آفرین. اینم بعدن قد مچت باید قیچی کنی. قد این دستت که مامان جواب بدم. جواب بده. الو بفرمایید. سلام خاله، مامانت هست؟ سلام خاله پدا. بله مامانم هستن. مامان خاله پداه. مرسی عزیزم. پگاه جانم سلام، چطوری؟ خوبم، مبارک باشه. شاینم رفتین خواستگاری درسام. آره دیگه، یوهایی شد. پیمانه که میشناسی اخلاقشو. یه پیله کرد که بریم. ببخشید بهت نگفتم. گفتم حتما درسا بهت میگه دیگه. نه اشکال نداره. ببین ریحان جون، تو منو میشناسی، من واقعا اصلا قصد دخالت ندارم. تو مثل خواهر من میمونی و میدونی که من چقدر دوستت دارم. منتها یه چیزی رو نمیتونستم بهت نگم. چی شده بگو؟ میتونم ازت خواهش کنم که هرچی بینمونه بین خودمون بمونه؟ باشه، من چیزی نمیگم. ببین ریحانه، درسا چند سال پیش عاشق یه پسری میشه که اینا با هم قرار میذارن ازدواج کنن، از ایران برن امریکا. خب و قبل از عقدشون متوجه میشن که پسر
معتاده، چه میدونم از این پسرها که اهل خوشگذرونی و کثافتکاری و ایناست. و خب وقتی که مام بابای درسا میفهمن نمیذارن که این وصلت سر بگیره. درسا انقدر پسره رو دوست داشته که مثلا چند بار فرارم حتی میکنه، بعد خانوادش ممنوع خروجش میکنن. من تمام این حرفا رو گفتم فقط برای که تو بدونی درسا هنوز عاشق اون پسر است. اصلا خدا میدونه من نمیدونم برای چی داره با پیمان ازدواج میکنه. یعنی من که نمیفهمم، ولی تنها چیزی که میدونم اینه که اصلا این عشق نیست. یعنی چی که عشق نیست؟ نمیفهمم چی میگی پگاه. من باور نمیکنم که درسا عاشق پیمان باشه و به تو پیشنهاد میکنم که تو هم باور نکنی. یعنی تو میخوای بگی که درسا برای پیمان نقشه کشیده؟ خب چرا الان اینو میگی؟ خودت اصرار داشتی اینا به هم برسن، قرار بذارن، همدیگه رو ببینن، بعد الان یادت افتاده که یه مسئله‌ای داره درسا؟ آره منم واقعا میخواستم همین کار کنم. یعنی گفتم این دوتا یه جوری سرشون به هم دیگه بند بشه و چه میدونم مثلا درسا هم پسره رو فراموش کنه، ولی خب نشد دیگه متاسفم. خب آخه پگاه جان من سرم خیلی درد میکنه. خداحافظ. الو پگاه. الو. قطر مامانی دوباره بگیرش. پگاه. 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 چی شد؟ نبود؟ پگاه. موبایلشو بگیر. بگیر. سوهل اینجام. پگاه. پگاه. خوبی؟
مجبور شدم همه چی بگم. باید بریم کلانتری. اونجا میگم کار من بود. دیگه لازم نیست. رفته بودم باش حرف بزنم. چند وقت بودم ازش دور و بر سهیل میپلکی. دعوامون شد، چیزایی تو بحث گفت، من از کوره در رفتم. بعدش دیگه نفهمیدم چی شد. نفهمیدم چی کار کردم. همش همین بود. بعدش برگشتم خونه، دلم نمیخواست پای زنم وسط بیاد. خیلی خوب، آدرس دقیق برام بنویس. آدرس اونجایی که بردمشو، برادرشو بعدش بردم اونجا. نمیدونم چه اتفاقی افتاده، اونجا نبود دیگه. باش، برام بنویس. هر علامت و نشونه‌ای هم که داری برام یادداشت کن. خانم پگاه دادگر، تشریف بیارید داخل. خانم بفرمایید تو. آقا بریم. آقا رضا، پگاه چی شده؟ پیمان زنگ زد گفت حالش خیلی بده. وایسا، اجازه نمیدن بری تو. چه اتفاقی افتاده؟ نفهمیدم چی شد، یهو از هوش رفت.
فکر کنم فشارش افتاد. دکتر داره تو معاینش میکنه. بفرمایید ما هستیم. نسبتتون؟ ایشون دختر خالشه، منم از دوستان خانوادگیشون هستم. اقوام نزدیکتر، پدر، مادر، خواهر برادر. مادرش رفته آمریکا پیش خواهرش، پدرش هم آلمانه. من نزدیکترین فامیلشم که اینجا. حالش چطور آقای دکتر؟ ایشون مقدار زیادی قرص خوردن. ما معده‌شو شستشو دادیم. ولی متاسفانه به علت مسمومیت شدید دارویی ایشون رفتن کما. ای وای. دکتر الان ما باید چیکار کنیم؟ به هوش میاد دیگه، این کما موقتیه نه؟ فعلا نمیشه اظهار نظر قطعی کرد. باید صبر کنیم سطح هوشیاریش بیاد بالا. همسر داره؟ بله بله. پس بهتره اینجا باشه. چون اگه نیاز به جراحی باشه رضایت ایشون لازمه. سهیل در جریانه؟ در جریانه. کجاست الان؟ رضا سهیل کجاست؟ بیا بریم بهت میگم. بیا رضا چی شده؟ چرا حرف نمیزنی؟ چی شده؟ گیسو رو کشتن. گیسو؟ کی کشته؟ پگاه. پگاه؟ سهیل رو دستگیر کردن. ظاهرا تو قتل گیسو با پگاه هم دست بود. من حالم خوب نیست. یعنی چی؟ رضا سرکار جون مادر دیده رو واکن، من باید زنگ بزنم بیمارستان. سرکار چیه؟ چه خبرته؟ چیکار داری؟ تو رو قرآن یه دقیقه در واکن، من یه زنگ بزنم. باشه صبر کن با جناب سروان هماهنگ کنم بهت خبر میدم. 2 دقیقه یه تلفن بزنم فقط مطمئن شم. بالا بشین سر جا صحبت نکن. بابا در واکن دیگه. باشه بازداشتگاه انداخت رو سره. بالا بشین سر جا حرف نزن. بله داخله؟ بله. نه oğlum ne değil bu? آلوادی مریض oldu. نگرانم 13 بود. O gece hastanede انجام بده. چش الان یه دقیقه. жақсы қандай ласым. بیرون میکشی دیگه، من سرم درد میگیره. من بیرون بکشم سرم درد میگیره. سر تو مهمه، سر ما مهم نیست. من میگم این گیسو خدا بیامرز اگه زنده بود یه کاری میکرد دیگه، یه زنگی به من میزد، به تو میزد، به پلیس خبر میداد. ما باید بگردیم ببینیم این جنازه کجاست، کی برداشته این جنازه رو. بس کن، من خودم کلی سوال بی جواب تو کلمه. تو چی شد فکر کردی که گیسو با ضربه احمقانه پگاه مرده؟ یعنی چی؟ نه دیگه واقعا دارم میگم دیگه. من میگم آقا جان اینقدر ساده نیست. یه نفر سوم این وسط است که ما رو داره اسکل خودش میکنه. چی میخوای بگی تو؟ من میخوام بگم خواهر تو دشمن کم نداشته. شما رو یادت نرفته که؟ یادت رفته؟ قضیه رو مالوندیم هم دیگه، واسه معلوم نبود کی بود. ما باید بگردیم اول جنازه رو پیدا کنیم، پزشک قانونی تشخیص بده این چطوری مرده. حالا پگاه زده کشته، سهیل زده کشته، اون یکی زده. یک خلاصه یه چیزی باید روشن بشه، ما اون رو باید بگردیم پیداش کنیم. پیداش میکنم، هر جوری شده پیداش میکنم. و چطوری پیداش میکنی؟ اینجوری به دوردست خیره شدی مگه اینجوری پیدا میشه؟ زنگ بزن به بابات بگو آقا دخترت کجاست، اون خلاصه میدونه دیگه، بگو خواهرم کجاست. بس کن دیگه بابا، خفه شو. اینقدر به من نگو چیکار کن چیکار نکن. یه دقیقه خفه شو. چقدر بی‌تربیت شدی رضا. من میدونم کی کشتتش. کی کشته؟ شوهر سابقش. تو از کجا میدونی؟ به خدا خودش گفت اون روز اومده بود خودش گفت من شوهر سابق داشتم قبلا. اونو نمیگم، کشتنو میگم. آها خب اینا شوهر سابقش با این اختلاف داشته دیگه، اختلاف داشتن که جدا شدن دیگه. یعنی هر کی با هر کی اختلاف داره میزنه میکشتش؟ من میکشم. برو گم شو، برو پایین. چرا تو گفت؟ برو پایین. فضا است چه خواهش می‌کنم.
خیلی شوخی لوس بد موقعی بود، قبول دارم. ولی رضا چیز کن، نه اینو جدی دارم میگم، به جون دارم جدی میگم، حواست به شوهر اسبقش باشه. همین بذار گوشه ذهنت بمونه. خیلی خوب دیگه فکتو ببند. چشم. برو دیگه، تو چرا همه کاراتو واسطه انجام میدی؟ حتما باید واسی فکر کنی، نمیشه هم بری هم فکر کنی. دوتا کارو با هم برات سخت انجام بدی. چشم مامان، یه چیزایی هسته بزرگتر رو میخوام بگم، تو چیزتر رو نباید باشه. برو قربونت برم، سرکم نکشی ها. چشم. رضا واقعا پگاه گیسو رو کشته؟ اینو شما میگین یا پلیس؟ ریحانه پگاه خودش اعتراف کرد، اون کشتتش. خب چرا پگاه باید گیسو رو بکشه؟ سهیل با گیسو رابطه داشت. نه وگرنه چرا باید یه 110 میلیون تومن بگه مرد غریبه بده؟ چرا؟ نه خب عزیزم، این که دلیل نمیشه، قرض داده بهش شاید. نه اون کساف با گیسو رابطه داشت. من خودم دیدم ریحانه، من فیلمشو دیدم. پگاه خودش دیده که رفته گیسو رو کشته. باورم نمیشه اصلا رضا. ای وای. همه این ماجراها از یه پنهونکاری ساده تو شروع شد. یعنی چی؟ به من چه ربطی داره؟ ربطش اینه که اگه اون آدم خانواده داشت، اگه پدر تو اینجوری پنهونش نمی‌کرد، مجبور نمی‌شد یه مرد زندار و پناهگاه خودش بکنه که این همه فاجعه به وجود بیاد. اصلش اینه که مقصر تویی. ریحانه، تو به جای اینکه الان منو دلداری بدی داری این مزخرفاتو میگی؟ این همه سعی کردی کارهای زشت پدرتو لاپوشونی کنی، روش ماله بکشی. آخرش چی شد؟ خواهر خودت قربانی شد. ریحانه خواهش میکنم ساکت باش، خواهش میکنم. به خاطر مصلحت اندیشه‌های احمقانه پدرت 100 بار بهت گفتم اینقدر جلوی بابات کوتاه نیا. به هر دری زدی که خواهرتو از همه مخفی کنی. حالا کجا باید مخفیش کنی؟ زیر خاک. جفتتون مقصرین، هر دوتاتون قربانی کردین این آدم. ریحانه، اگه نمیتونی کمکم کنی تو رو خدا منو تنها بذار. پلیس جفتتون رو میگیره، هم تو رو هم باباتو، هر دوتون بی‌آبرو و حیثیت میشین. حالا ببین برو بیرون. معلومه که نمیمونم تو خونه که هر لحظه ممکنه پلیس به یه دلیلی درشو بزنه. معلومه که نمیمونم. بیا بریم مامان جان. تو واقعا آدم ضعیفی هستی رضا، واقعا. فکر کردی من نمیدونم موقعی که مریض بودم تو میخواستی منو طلاق بدی؟ مادرت نذاشته؟ اگه تا حالا برود نیاوردم فقط به خاطر حفظ زندگیم بود. اگه جلو دیگران چیزی نگفتم فقط به خاطر این بود که آبروتو نگه دارم. واقعا برات متاسفم. تو از پدرت خیلی میترسی. بیا بریم. اومدم بابا، اومدم. کیه؟
و شما که تا اینجا اومدی کلید مینداختی در باز میکردی؟ به لابی منت میگم خواهرشم پوزخند تحویلم میده. خودت هم نمیدونی چی کار داری میکنی. زیاد میزنه اون. رضا کو؟ رضا مامان بابام من دعواشون شده. چی میگی؟ مامان بابام هم دعواشون شده. چی میگی؟ مامان بابام دایی با هم دعواشون شده. چی میگی الکی؟ گیرم اصلا سهیل دروغ گفته. رضا ماجرا رو خانواده‌اش بیانون کرده. حاجی نسم زیرابی رفته. دمش گرم. به تو چه ربطی داره؟ نه جدی دارم میگم تو سر پیازی ته پیازی چی کاره ای؟ شما از این چیزا سر در نمیاری اصلا. چی کار داری به زندگی من میدونم و مشکلات زندگیم. شما هوای زندگی خودتو داشته. منظورت اینه که من دخالت نکنم به تو اینجا دست زندگی بزنه. شما؟ آره منظورت اینه؟ اگر زندگی تو به من ربطی نداره زندگی کی به من ربط داره؟ اصلا رضا بیجا کرده این موقع شب اجازه داده تو با این بچه خونه بیان بیرون ویلون خیابون و کوچه بشین. نه چرا فرستاده شما رو بیرون؟ میگی وقتی سوال میکنی وایسا بشنوی جواب چیه. بگو. بهت گفتم رضا منو بیرون نکرده. سر گیسو بحثمون شد. من عصبانی شدم خودم دست بچه رو گرفتم اومدم. اصلا عصبانی شده باشی باید جلوت بگیره دیگه. چرا جلوتو نگرفت؟ آقا آدمیزاد اصلا زن و شوهر با هم دعوا میکنن. نمیدونی تو شرایطت خاصه؟ اینو نمیدونه؟ نمیدونی تو نباید عصبانی شی؟ استرس بگیری؟ سرطان 2 روز دیگه برگرده اون جواب میده؟ نه کی جواب میده؟ بچه همه چی میدونه. این اسم تو خونه ما ممنوعه برای اینکه بعدا میره سوال میکنه یه وقت از این و اون ماجرا میشه. نگو اون بچه نشنوه. ول کنی 20 ساعت بود دیگه سیاه شد. چای سبز سیاه شد چیکار میکنی؟ بیا قهوه‌ای بخور. بده من. چته؟ بده چایمو بابا. چته خوبه ها. چته شام خوردی؟ شام چی میگم عصبانی شدیم زدم از خونه بیرون. من که اصلا اشتها ندارم برای این بچه بده. دنا دایی پیتزا میخوری؟ دایی جون پیتزای بدون گوش بگیر که مامانم هم بتونه بخوره. تو خونه ما اصلا این کلمه ممنوعه. اصلا نه بچه میفهمه. خب اون نمیدونه چیه که وزه همه چی میدونه بابا. تو همین پیتزای بدون گوشت میخوایی بیاره؟ دست شما درد نکنه. چی هم نداریم تر و تمیز. الو محمود. هدیم باشه حالا فریبا هر کوفتی. تو اونجا چه غلطی میکنی؟ مگه قرار ما 2 روز بعد نبود؟ اومدم بیمارستان. میگن برادر زنم حالش خوب نیست. برادر زن؟ مثلا که تو حالیت نیست همیشه تمام شده نه؟ ببین ما الان با هم دیگه 7 فوش غریبه ایم. اینقدر واسه من برادر زن نکن. اشتباه میکنی دختر جون. تازه حالا پیدات کردم. ما با هم دیگه خیلی کار داریم. به این سادگی ها ولت نمیکنم. ببین محمود گوش کن ببینم به چی میگم. به ارواح خاک بابام اگه فقط یه تار موثر مامانم یا داداشم که همچون بیشارت میکنم من به خاک سیاه میشونم تو رو. من که با اینا کاری ندارم. من دلم واسه تنگ شده. اولاق خاطرتو میخوام. نترس کاریت ندارم. آخه بابا جان تو مال این حرفا نیستی. پول تو میخوای دیگه؟ آره خیلی خوب راه تو بکش برو. وگرنه پاشو گوشتو دیدی پولت هم دیدی. شوخی ندارم با تا عشقم. الو
بله چی شده سرسوی؟ خیلی آشغالی. من احمق با که فکر میکردم تو خریه ذره مرا معرفت سرت میشه. با منی؟ حرف دهت تو بفهم چی میگی سرسوی واسه خود داد میزنی؟ من نگفتم پولو جور میکنم میدم. برای چی آمار داداشم تو بیمارستان دادی با اون مرتیکه ها؟ حداقل آدرس خونه رو میدادی بهش. چی شده مگه حالا؟ صداتو نبر بالا. حالا مگه چی شده؟ دیگه چی می‌خواستی بشه؟ پاشو رفته سراغ داداشم تو بیمارستان. ببین پیمان، اگه یه بلایی سر مامانم یا داداشم بیاد، به قرآن روزگار تو یکی رو من سیاه میکنم. بچه قرتی سوسول دنلق. الو راست میگی؟ الو بذار چشاتو وا کنی بعد. تو بخیر. کیه؟ شکی بابا. دختر بود نه؟ بس پسر بود. خجالت نمیکشی؟ پس درسا چی میگه این وسط؟ ببین تو قرار بود بیا اینجا 2-3 روز مهمون بشی دیگه، داری سرمون سوار میشی ها. من پاشم برم دنبال خونه تو و سهیل اینجا کنگردین. چی انداختی؟ یه چیزی انداختی، یه چیزی خوردین ها. نمیخوایم بریم نه؟ هیچی نگو. تو درسا رو دوست داری واقعا؟ وای ریحانه دوباره شروع نکن تو رو خدا دیگه. آره دیگه بابا جان مسخره که نیستیم. با شدیم رفتیم اونجا صحبت کردیم. دوستش ندارم بس پاشیم رفتیم چیکار کنی؟ درسا تو رو دوست نداره. از اون حرفا میزنی واسه خودت ها. از کجا در آوردی اینو؟ نداره دیگه. تو رو دوست نداره. حالا چی بینتون هست؟ نمیدونم ولی میدونم اون تو رو دوست نداره. خوش برای من بال میزد تو خونشون. نیدی چطوری جلو باباش در اومد اونجوری گفت؟ چی میگی؟ ما فکرامو کردیم 6-7 ماه دیگه میخوام پاشیم بریم آمریکا زندگیمونو بکنیم. اصلا این خبرها نیست. چه جوری بری آمریکا؟ لاتاری. پیمان غلط کردم. تو داری میری آمریکا الان به من میگی؟ ما کی انقدر غریبه شدیم؟ نه الان نه ریانه 6-7 ماه دیگه تا کارم دو یه سال طول میکشه ولی کلا آره. خنگو ببین فکر میکنه خیلی هم باهوشه، خیلی هم زرنگه. این دختره تو رو واسطه کرده ببریش آمریکا، اونجا بره به عشقش برسه. کسی که دوستش داره آمریکا داره زندگی میکنه. گرفتتت بنده خدا. کی گفته اینا رو؟ حالا آشنا گفته که دارم بهت میگم دیگه. نه آشنا کی بود؟ حالا فعلا بیشتر از این وازش نمیکنه. پگا گفته دیگه. من میدونم دیگه. اون خودش زندگیش به گند کشید شده، الان داره عقده‌ای بازی در میاره منم خوشبخت نشم. میدونم دیگه. پگا گفته آره؟ واسه جواب بده دیگه. اصلا هرچی ما پولشو میگیریم. والا علیک سلام. چیه؟ نگو که دوباره با یه خبر بد برگشتی. چرا اتفاقا با یه خبر بد اومدم؟ هرچند بعید میدونم برای شما مهم باشه. رضا بیا بریم دفتر با هم دیگه صحبت میکنیم. بسته دیگه حاجی، بسته دروغ و پنهونکاری. دیگه وقتشو با خودت و زندگی رو راست باشی. رضا برو دفتر، میام باهات صحبت میکنم. میرم بعد از اینکه حرفامو زدم، اونم با صدای بلند که همه بشنون. چه خبر خونه رو گذاشتین رو سرتون؟ رضا سلام مامان، صبر کن. به خاطر تو اعتماد و آرامش از زندگی من رفته. من نمیخوام تاوان گناه پدرمو بدم. تاوان؟ کدوم تاوان؟ ها؟ دخترت مرده. چرت و پرت نگو. گیسو رو کشتن. الان معلوم نیست جنازش کجاست. خدا میدونه چه بلایی سرش آوردن. بسه کافیه مادر، میتونی بری. شنیدی چی گفتم مامان؟ شنیدی؟ حاج آقا قبلا ازدواج کردن. چرت نگو. یه دختر 30 و چند ساله هم به نام گیسو داشته که الان
اینو خودم میدونستم. حاجی خودش برام تعریف کرده بود. مشکلی هم نیست. تو نگران نباش. میتونی بری خونت مادر. برو بیرون. برو عزیزم. من اینجا. اجازه بده برای توضیح. ادامه نده حاج یونس. بسه، کافیه. من اگه جلوی پسرت وانمود کردم از همه چی خبر دارم، فقط واسه این بود که احترام بزرگتر کوچیکتر توی این خونه حفظ بشه. باور کن من چند بار میخواستم بهت بگم ولی هیچ وقت نشد. هیچ وقت یعنی چی؟ یعنی 1 سال، 10 سال، 30 سال سایه خیانت رو سر این زندگیه. حاج یونس، تو خیال کردی میتونی از من مخفی کنی، اما اشتباه کردی. تو این دنیا همه چی رو میشه از چشم زنا مخفی کرد، اما خیانت رو نمیشه. کجا داری میری؟ دارم میرم اسبابامو جمع کنم برم خونه محسن. خونه محسن؟ بله، برای اینکه نمیتونم تو چشمای ریحانه و رضا نگاه کنم. میرم خونه محسن که خجالت نکشم. من اینجا بمون. بین خودمون حلشون کنیم. من همه جون و جوونیمو به پای شماها ریختم، همه عمرمو صرف تو و بچه ها کردم، نوش جونتون. اما دیگه نمیذارم بیشتر از این تحقیرم کنی. من شکایتی ازت ندارم حاج یونس شکیبا، اما دیگه کاریم به کارت ندارم. کسی که سنگ دلش شاید یه روزی مهربون بوده، شکستن اعتمادشو وقتی خیلی جوون بوده. هر اندازه که می جنگه بازم حس میکنه بس نیست، مثل تبعید تنهاییش که منتظره هیچ کس نیست. شاید پلوی برگشت و خودش عمدن خراب کرده، 1000 بار با سفید باخته، سیاه ها انتخاب کرده. شاید به هر کی دل بسته ازش بدجوری رنجیده، کسی که سنگ
سنگ دلش شاید گذشتشو نبخشیده. اگه بیرحم تو حرفاش، اگه مهگیر و مرموزه تو چشماش، شب تو شب یه جنگل داره میسوزه، بازم فرارش از اینه که معلوم نشه غمگینه. اونقدر بهش دروغ گفتم به عاشقانه بدبینه. شاید گلای برگشتا خودش عمدن خراب کرده، هزار بار با سفید باختن سیاه انتخاب کرده. شاید به هرکی دل بسته ازش بدجوری رنجیده، کسی که سنگ دلش شاید گذشتشو نبخشیده.